قصه زنگیری. قصه دارم زنگیری، شنو اگر اهنگیری. اوتم گفت زن نگیری، اوچم گفتک مایدایی. همه کارو برو را ولی بود نکدایی. گفتم هوچای پیرم ولی زن نمیگیرم. از همه جنگ جنجال تا قیامت دلگیرم. یک روز قهری بدم کرد در همه گپای اوچم، ای کارای مردکی ای. اوتم گفتک با اوچم اینجا دخالت نکن، بسیار تلقلق نکن. بچه شیده بزنه اونش که گپ زنه. ای قد قامت شبین، ای رفت اومد شبین. ای زندگی با خبر ای، گپای خودمون زنک جان همش دردی سر ای. خدا خوشبختش کنه، صاحب فرزندش کنه. اوچم شیده بعد روزی با خوبی و با سازی. خلاص بابا ندارم، همون ما هم ندارم. همیش خوب ترک نیسته، کارمون پیش رفتیسته. بعد بردنم خشکنی دختری همسایه را. خیال کردم در بغل غوش کردم سویه را. زنگیری نفریدکم، بهانه کردم کودکم. در این عین جوانی کوشی زندگانی. یگان نغز دیده یافتم بعد امرم میگیرم. دختر باشم مسلمان، 5 وقته او نماز خون. خیر برو دوستان این قصه یک قصه یک حصه. دوستان شما زنگیرین یا ای دختر رو دلگیرین؟